این منطقه چی نام داره؟ بولونی پزی عبدالله جان که در روبری قصر دارالمان است. و در بغل موزیم ملی که همکار ازی برادر ما چی نام داری؟ رحم خدا جان عبدالله جان. خواهان عزیز که کانادا میرم باید حتما کدام دخترکای قندول پیدا شه که یاره ببرم. این دخترای افغانی در لندن و امریکا و کانادا اکثریتش میرن بچهای پاکستانی رو میگیرن و چی میگه اسپانیش رو میگیرن و سیاپوس رو میگیرن. جوان بچهای سره اینجا ماندگی است. مرگ به دخترایی که خارجی ها رو بگیره. خب عزیز یاد گپ آمد سر بولانیا. اینی بولانی مساله دار است، بولانی کشالو. زود امور پرت که روغن از یک جزاست کنه. یه دقیقه صبر. پس آن خوردنش هم نشان میتیم براتون. آید نفر چهار نفر. بولانی افغانی. اینا رو برو طرف قصد دارالمان انتخاب بیان. خب و این هم ارموریگه کش است که مرج خانگی رو نگرفتی یعنی؟ نه. خب مرج هم استفاده کنید در امریکا و کانادا. خب یعنی این هم مرج خانگی داره. خود ما بگیر جور کن بسار از اومد. خود بجور کده و کل سامانشون و همه چیزش. مسئولش از زیرم داره. پروگرام میهمان یار ماست. این نامی پروگرام هم میهمان یار شد. میهمان یار. میهمان ما سر کادرای. نه بچه بولانی چاق خلاص شده. بولانی چاق ما بارن. اینی هم قصر دارالمان است. خب اما چیز اسکارت در کجا بود؟ تپه اسکارت طرف. اون پشت مانتای تلویزیون بود. اون پشت آنتن تلویزیون بغل تپه اسکارت بود و تپه امان الله خان. تپه سردار داوود خان. سردار داوود خان شهید.